جان خاتون خان سرور کن یا الله هرچه سلامت میکن والده مسکت الله خسرو خانم آل شما چطوره شوهر امسال شما چطوره کارش چیه از کجا نون میاره تو ناصریت یا لاله زاره حجره میره یا چه میره اداره سواد مواد داره تا بی سواده برف اومده نم چشیده سواده از همه چیز هیچی نمون بیاده 5 تا پسر داره 4 تا دختر پسر بزرگت جنون گرفته کچ داده کیسه توتون گرفته دختر بزرگت که جهاز نداره زنی که جهاز نداره این همه ناز نداره زنی که وجود نداره هیچ وقت رسوخ نداره زنی که هنر نداره هیچ وقت شوهر نداره زنی که تنش تمیزه پیش شوهرش عزیزه زنی که همیشه خوابه بکن بیرون ثوابه ثواب